وقتی فاجعه اتفاق میفته همه دست به دامن مهندسا میشن. در اواسط قرن 19 میلادی قرار داریم و شهر لندن با یه فاجعه بزرگ روبرو شده. اونقدر اوضاع وخیمه که ازش به عنوان تعفن بزرگ اسم میبرن. در این بازه زمانی فاضلاب و اکثر ساختمان‌ها از طریق کانال‌های روباز وارد رودخونه تیمز میشه. توی همین برهه زمانی که بهتون گفتم دمای هوا به شدت بالا رفته و چند سال گرم رو دارن سپری میکنن. آفتاب شدید و گرما باعث شده فاضلاب سنگینی که توی رودخونه تیمز انباشته شده اوضاع وخیمی برای مردم به وجود بیاره. از یه طرف هم تیفوس و وبا داره جون مردم رو میگیره. پس با بالا گرفتن اعتراضات و شرایط وخیم زندگی برای مردم و خود مسئولین لازمه که یک حرکتی انجام بشه. اینجاست که جوزف بازلگت وارد ماجرا میشه. بازلگت مهندس شهرسازیه که میخواد با تعفن بزرگ لندن مقابله بکنه. بنابراین طرحی رو ارائه میده که توی اون طرح سیستم‌های فاضلاب و اگوی شهری پایه‌ریزی میشن. طبق این طرح بازلگت برای اولین بار پیشنهاد داد که از طریق لوله‌های زیرزمینی فاضلاب جمع‌آوری بشه و به منطقه پاییندست هدایت بشه تا از حومه زندگی مردم فاصله بگیره. زمانی که بازلگت پیشنهاد داد شهر برای این عملیات باید کنده‌کاری بشه، خیلی‌ها باش مقاومت کردن و گفتن که این حجم بالا از کنده‌کاری و حفاری‌های زیرزمینی باعث فرونشست شهر میشه و مشکلات زیادی در پی داره. اما جوزف در مقابل مسئولین شهری و دولتی مقاومت میکنه و حتی با اصرار و آینده نگری ظرفیت لوله هایی که میخواد در نظر بگیره رو 2 برابر میکنه. نتیجه این کار میشه 1770 کیلومتر لوله کشی زیر شهری که از طریق اونا فاضلاب هر ساختمان و هر مجموعه جمع‌آوری میشده و به محلی که مورد نظرشون بوده و از شهر فاصله میگرفته منتقل میشده. عملیات اجرایی این طرح مدت زمان زیادی طول میکشه، اما بعد از اصلاح شدن فاضلاب عملا هیچ همهگیری وبایی توی لندن دیگه گزارش نمیشه و این مشکل به صورت کامل رفع میشه. حتی خیلی از انبارهای فاضلابی که اون زمان آماده شده و الان مورد استفاده قرار نمیگیره توسط مردم داره بازدید میشه و به عنوان یک مکان گردشگری معرفی شده. و جالبتر از اون اینه که بخشی از این سیستم فاضلابی که در اون زمان کار شده هنوز کارایی خودش رو داره. ممنونم که با فلوتاک همراه بودید.